در کشور قزاقستان چمپیونات آسیا اوید با گوشتنی طرز آزاد و یونان رومی میانی نورسان جریان دارد. ورزشگران نورس تاجیک صاحب باز دو مدال دیگر شدند. چمپیونات آسیا اوید با گوشتن میانی نورسان در پایتخت قزاقستان شهر نورسولتان امروز با قوه آزمایی‌های گوشتنی طرز آزاد ادامه یافت که در آن گوشتنگیران نورسیما سزاوار 2 مدال شدند. ورزشگر رشته طرز آزاد مصطفی احمدوف در وزن 65 کیلوگرم با حریف هندی به رقابت نهایی برآمد. در این رقابت در ثانیه آخر ورزشگر نورسی تاجیک نیروسنجی را باخته و مدال نقره چمپیونات آسیا اوید با گوشتنی طرز آزاد نائل گردید. همچنین در این مسابقه باز یک ورزشگر دیگری تاجیک ابوبکر شکوروف در وزن 80 کیلوگرم برای زینه افتخاری سیوم به میدان برآمد. وی در کمتر از 1 دقیقه حریف مغولستانی خود را با شکست روبرو کرده صاحب مدال برنجی رشته گوشتنی طرز آزاد در چمپیونات آسیا میانی نورسان گردید. ضمن یادآور می‌شویم روز اول چمپیونات آسیا فیروز میرزا رجبوف ورزشگر دیگری تاجیک در رشته گوشتنی یونانی ریمی عنوان قهرمان آسیا را به دست آورده بود.